شیرین رخاوی. برادر عزیز، امروز ما سلام علیکم. خیلی اکی رحمت الله دیدگی بودید کمتر نزدیکم رو بشم دور بایو نرماله. سلام علیکم هموطنان عزیز، خیلی که میبینید اکی رحمت الله ما من انشالله بیاد شما گرفتیم یک صاحبکاری وطنی از نوعی عینی قرار دارن در شهر بور فعالیت دارن، دستگیری میکنن برادرای توجیه که من امروز اکی رحمت الله بلیتشون رو با دستگیری همون کس گرفتیم از کنار شما یک کسی ارزان با دستگیری یک صاحبکاری وطنی گفتن که نام من نگیرید، برای اول برادرای عزیز دعا کنید در حق فرزندای همون برادر ما نام من نگرفتن، فقط در حق فرزندا دعا کنید. من اکی رحمت الله خورسان هستیم با زبورا که کشودیم اکی رحمت الله خدا دعا چند تا جمع شد آبشیم عرض سپاس و همه برای دستگیری و برای مقصد غمخوری و برای قدر نسبت یک برادری که مقصد در حق اون که بخاطر فرزندام دعا کنید. دعا عمر دراز، تن صحت، وقتش دلی بدم و گذشته‌اش رحمت و مغفرت نو و فرزندا زندگی دراز را نصیب کنه. اما که شخصیتی محترم مهربان هستن که نام من نگیره هم برادر و فرزندام دعا کنید. من الحمدلله من فخر میکنم که چنین برادرها داریم، چنین فرزندای برآمند ملت هستن که در بیرون از وطن برادرای دستگیری میکنن، خیلی برادرای دستگیری میکنن. این باعث فخر و افتخار است. دعاگوی هم خیلی برادرها باشیم، الله صفی هم خیلی برادرای زیاد کند تاجیکستان و پیش هم خیلی برادرها و پیش میریم. ما فکری هم دیگر کنیم، فکری آبادی وطن کنیم، پیشروی ما باشیم است. دعاگوی وطن مادر باشید، همه به همین روز رسد. ما اکی رحمت الله با دعاگو باشید. ما سفر داریم به شهر خوجند، خدا خواه شهر خوجند بریم، اکی رحمت الله با بیمارخانه میبریم با اونجا نوار برداری میکنیم. کسایی که دستگیری اکی رحمت الله رسید الله خیر برکتانه به درگاهش قبول کنن. اکی رحمت الله چند کپل جمع شد؟ اما آب شیر و بردانی گنج کیبه هم از خطی آب شیر بگیریم قریب 43-45 تگی 50,000 شده. برادر عزیز خب برای بیمارخانه میرن و پلی چی نمیشد، نمرشون در زیر نوار میشه، دوشنبه سیتشون تینکوشون نمرتون گوید برادرها دستگیری. رقم تلفن 8 39 569 45 64 تینکوف باشه داریم و رقم دوشنبه سیتی 971 236 336 باشه. هر کسی که دستگیری میکنه خداوند دستگیری این دنیا و آخرتش انا شیری الان ما در زل جیدانیا امروی اکی رحمت الله باور کنید در کلیاسکا شتا نتوش میونش سخته گرفته است، پوچکش درد کرده. آنونی که خیر میکنن برکت در کسب کار و آنونی که نمیکنن در حق دعا کنن دعا کنن. همه ما در قنات رحمت خوشش می‌کنم.